گروه نخستین توجیکایی که اوکراین را بعد بد شدن وضع آن کشور ترک کردند صبح 11 مارس از ورشاو با هواپیمای شرکت لهستانی اینتر ایر به دوشنبه آورده شدند. سفارت تاجیکستان در برلین گفت در هواپیما اول 186 نفر اساساً زنان و کودکان را به وطن فرستادند. روز 11 مارس هواپیمای دوم با مهاجران تاجیک از ورشاو به دوشنبه پرواز میکند. به گفته سفیر تاجیکستان در آلمان امامالدین ستاروف، در عموم تا 2 مارس حدود 1600 شهروند تاجیکستان از اوکراین به پولشا پناه آوردند و حال روند به وطن فرستادن آنها شروع شده است. قبلا گفته میشد که یک قسم شهروندان تاجیکستان از پولشا مستقلانه به کشورهای دیگر رفتند. پولشا بعد حمله حربی روسیه به اوکراین به شهروندان خارجی که میخواهند ترک اوکراین کنند از جمله به شهروندان تاجیکستان اجازه داد که برای 14 روز بدون ویزا به قلمرو این کشور عضو اتحاد اروپا و منطقه شنگن پناه بیارند. ولی به فرق از شهروندان اوکراین، پولشا به شهروندان کشورهای دیگر که ترک اوکراین میکنند پناهندگی میدهند. سفارت تاجیکستان در آلمان قبلا در اطلاعیه در صفحه‌اش در فیسبوک گفت طبق موافقه های قبلی با جانب لهستانی به دست آمده 2 مارس سال 2022 ساعت 20:00 به وقت محلی هواپیمای شرکت لهستانی اینتر ایر با 186 مسافران با مقصد برگرداندن شهروندان جمهوری تاجیکستان از جمهوری لهستان از ورشاو به سمت دوشنبه پرواز کرد. رسمیات قبول و گسیل پرواز کنندگان در فرودگاه بین المللی ورشاو به نام فردریک شاپن در همکاری با مقامات مربوطه لهستانی مطابق روی خط ترتیب داده نمایندگی دیپلماتی انجام داده شده. کارمندان سفارت در فرودگاه به شهروندان جمهوری تاجیکستان که دارای حجت معین کننده شخصیت نبودند شهادتنامه های بازگشت به وطن دادند. برای بردن همه شهروندان از اوکراین به پولشا پناه آورده دست کم 8 هواپیما لازم است.